صبح 24 ایول اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ولایت‌های سوخت و ختلان و وزیر کارهای داخلی صحبت تلفنی انجام داده دایر به یک قطار مسائل مهمترین روز حسابات آنها را شنیدند و برای سری وقت و با صفت انجام دادن تدبیرهای ضروری به آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. توجه اساسی بر رفت جمع‌آوری حاصل فراوان محصولات کشاورزی، سرعت بخشیدن به کشت تکراری، افزون نمودن اقتدار صادراتی کشور به خصوص صادرات محصولات کشاورزی، با صفت و سری وقت انجام دادن آمادگی به تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 خصوصا تعمیر و ترمیم همه‌جانبه و با صفت انشاءات ساحه معارف در تمام قلمرو کشور تا دهات دوردست، وسعت بخشیدن به کارهای سازندگی و آبادانی، پیش از همه بنیاد کارخانه‌های استحصالی و مهیاسازی جایهای نوی کاری ظاهر گردیده دایر به این موضوعهای مهم در مجموع برای اجرای دقیق نقشه و برنامه‌های دولتی دستور و سپارش‌های مشخص داده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین به بالوروی شدید حرارت هوا در کشور خصوصا در ولایت ختلان که از امروز سر شده تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت توجه زیاد ظاهر نموده با مسئولین دایر به پیشگیری از سوختار و دیگر حالت‌های فوق‌العاده و حفظ بینایی و انشاءات، بازارها و کشتزار به خصوص زمین‌های غله از آن و زیر نظارت گرفتن جای‌های آببازی کودکان و نورسان دستور و سپارش‌ها دادند و تاکید کردند که برای حفظ سلامتی از گرمای شدید مردم باید آب زیاد نوشند.